سلام، من دوست دختر ماهان صدارت مدنی ام. ببینید این فیلمی که فرستادن فیلم درگیری ماهانه که خود اخبارم نشون داد اصلا هیچ چاقوی دست ماهان نیست. اون لباس مشکیه که از اون ور داره میدوه، خب هم که براتون اسکرین شاتش هم فرستادم دستش چاقو اون زده در اصل. بعد اینکه ماهانم برگشته گفته به قاضی که اگه من دستم چاقو بود تو صورتش مشت زدم، بعد صورتش هم زخم میشد. این وایسی هم که فرستادم برای دیشب این حرفا رو به من زده، لطفا صداش باشین. فرستادنش به انفرادی مثل اینکه میخوام برای اجرای نه خدا نکرده اتفاقی بیفته. اتفاقی نمیفته، دورت از بگردم همه کسان. وای چی؟ استرس گرفتم. استرس نگی، دورت بگردم. بابا تحمل کن، تو هفتهش من میام دیگه. استرس چرا میگیری؟ قربونت برم. من نمیدونم چون از هیچی خبر ندارم. نمیدونم، 2 هفته تموم